سلام به تاجیکستان، سلام به ایران، سلام به همه فارسی زبانان سر تا سر دنیا. بچه ها من امروز اومدم با یه سورپرایز خفن مصاحبه میخوام بگیرم با یکی از رپرهای خفن کشور تاجیکستان، کشور همسایه، هموطنا، با شون ام سی. برادر خودت معرفی کن. السلام علیکم داداش، امیر حسینی شهباز هستم با تخلص شون ام سی، رپسرو از تاجیکستان. سلام خود به تمام مردم فارسی زبان، به تمام مردم تاجیکستان، ایران، افغانستان، با همه درود و سلام میفرستم. از تاجیکستان با شما در صحبت هستم. از تاجیکستان دوشنبه. بچه‌ها بریم یه کوچولو یه چی ببینیم و سریع برگردیم تا سوالا رو از شون ام سی بپرسم. تاجیکستان به پیش. تاجیکستان و پیش. به پیش. خب شهباز اسم کوچیکته، الان گفتی. شون ام سی، سوال اول من از اینه که چرا شون ام سی اسم لقب رپی توه؟ شان راسشیفروفکا، یعنی که هر یک حرف معنای خاصی خود دارد. شهباز آرایش دهنده نه نطق، یعنی در اصل شهباز آرایش دهنده نطق. آها، پس که اینطور خیلی خوبه، خیلی جالبه. یه دونه بیوگرافی خیلی کوتاه خب از خودت بده، معرفی کن برای مخاطبینی که توی ایران دارن تو رو میبینن. راستی شهباز، اسمم شهباز است. تخلص شون ام سی، سال تولد 1991. زاده یک قشلاق، یک دهه با نام تنابچی، عین حال تیمور ملیک، تاجیک. بچ 7 سال از من بزرگتری شون ام سی، متولد 1370 به ایرانی و دهه 70 حساب میشی. ما توی ایران میگیم مثلا دهه 70، دهه 80، دهه 60، دهه 90. تو دهه 70 هستی و پرچم همه دهه 70 بالا. تو راستی من هم میتونم حساب ایران پرچم با دهه 70 بالا. پرچم بالا نمیدونه شون ام سی، ولی من ازت دعوت میکنم. خب با هم داشتیم صحبت میکردیم، به من گفتش که من میگم بیا مهمون نوازی میکنم، بعد بهش گفتم چرا نمیای ایران؟ بهم گفت چون که دعوتم نکردی. من آب شدم رفتم توی زمین. شون ام سی من ازت دعوت میکنم که به ایران بیای، با خانواده محترمت ازت پذیرایی میکنیم. قرمه سبزی بهت میدم میخوری، قیمه بهت میدم بخوری. قیمه اینو غذا خوشمزن. حالا میتونی دعوت قبول کنی؟ میندار دوستم، داداش میندار. راستی نصیب انشالله میشود روز حتما در ایران یا در تاجیکستان با میخوریم. انشالله که خیلی زود این اتفاق بیفته و منم بیام به تاجیکستان دوشنبه. اون غذا چی بود بهم گفتی تابال؟ اسمش چی بود اون غذاه گفتی؟ کوروتو. عکسش هم بهم نشون داد، خیلی غذای خوشمزه‌ایه نه؟ کوروتو یک طبق 2 متر درازم بیاد کوروتو میبره. 2 متر غذا 2 متره؟ بله. نه طبق 2 متر است، ما برای تو پرای غذا میکنیم. داداش میخوای اضافه وزن بگیرم؟ نفهمیدم. بله مانند من خراب لاغر هستی، میخوام فربه شده روانت کنیم ایران. تاجیکستان بیا فربه کده ایران رو کنیم. بشکه 500 کیلویی میخوای روونه کنی، میدونم متوجه شدم. آره. خب شون ام سی از چه سالی فعالیت رپ تو شروع کردی؟ چند ساله که رپ میخونی؟ و از اینکه از سال 2008 شروع کردیم با رپ خوندن و بعدی در بین چند سالی نخوندیم، 2 سال، 1 سال، 3 سال، چند بار راستی ترک صحنه کردیم نخوندیم و باز برگشتیم.
پس میشه 17 ساله که حالا با اینکه رفتی اومدی سابقت اینه که 17 ساله داری میخونی و یه بله. لقبی بهت مردم تاجیکستان دادن خیلی عجیبه واسه من. وقتی که ریاکشن میرم به موزیکت همه مینویسن کارولی یه همچین چیزی کارولیه. آره آفرین کارول رپ تاجیکستان. بعد یه عکس پاش میذارم پادشاه. بله کارول ترجمهش پادشاه میشد، یعنی که همچون شاهی رپ مرا بعضا وقت میگن و فکر میکنم این تعریف کمی ارزنده لایقی شاهی رپ بدن نیستم راستش. یک رپ خانی عادی. این از بزرگیته، این از لطفته. یه چیز کوچیک میخوام به مخاطبای ایرانی خودم بگم از تو بشناسن، این چیزی که من ازت فهمیدم. بچه‌ها چون امسی خب یکی از خصوصیات اخلاقی خیلی خوبی که داره که الان من دارم باش خیلی گرم و صمیمی صحبت میکنم اینه که با اینکه یه رپریه که 17 سال توی تاجیکستان فعالیت میکنه میخونه، با اینکه خیلی خب معروفه مشهوره، ولی با حالا همزبوناش با همه اون طرفداراش ولی به تاجیکی که میگین شما مخلصان، خب مثل یه برادر، مثل یه رفیق صحبت میکنه، خاکیه و اینو من توی صحبت باش حس میکنم. من بار اول دومه فکر کنم چند باره با هم صحبت کردیم، ولی انگار من شونمسیو 20 سال میشناسم و رفیقمه. یکی از خصوصیات خیلی خوبه شونمسیه که هر کسی نداره و من عاشق این خصوصیاتشم، دوست داشتم بهتون بگم. خیلی خاکی و مردم داره. بیایید حتما تاجیکستان بریم. مردم تاجیکستان همه مردم اشتراکی خاکی، یعنی خاکسارن، مردم مهمان دوستن و بعدا اشتراک خود گفتی که گویا که 20 سال شد با هم دوستیم. در اصل مسلمان برادر مسلمان است. طول چند ساله که عمر داری طول همون قدر سال ما برادر هستیم. اینم یه واقعا آره دقیقاً همون چیزی که شونمسی میگه، اینم راست دقیقاً. و من که ریاکشن داشتم میرفتم به موزیک وطن از شونمسی، بکنم هفته پیش بود، من برگشتم یه حرف زدم، گفتم شونمسی دقیقاً یکیشو توی ایران داریم به اسم یاس. چقدر خب ببین یاس از درد جامعه میخونه، از درد مشکلات داره میخونه. بعد خب من ریاکشن رفتم خیلی، بعد دیدم شونمسی هم دقیقاً همون کار تو تاجیکستان داره میکنه. به خودم گفتم چرا همکاری ندارن با هم دیگه شونمسی و یاس، چرا با هم دیگه فیت ندادن؟ بعضی رپسرا بودن راستی مخلص یاس هستم. یاس به هر رپری خوب فکر میکنم اگر خطا نکنم یکی از بهترین شاید بهترین رپری ایران باشد اگر خطا نکنم. واقعا یکی از فوق‌العاده ترین و بهترین رپرهای ایرانه و قدیمیه و همه جوره شونمسی توی ایران خب همه جوره دوستش دارم. میدونی چرا؟ یکی از دلایلش اینه که راجع به ریز و بم زندگی و مشکلات و اجتماع شعر خونده. خب واسه همین طرفدار داره، از کودک تا نوجوان تا جوان و پیر، اصلا فرقی نمیکنه، همه جور سنین دوستش دارن. خب واسه همین دوست دارم که شما با هم همکاری کنید. اگه موقعیتش پیش بیاد با هم دیگه شما همکاری میکنید؟ بله یاس برادر، اگر همین پارچه ویدیو را یکون کس از ایرانی زبان ها با روان کردن، راستی من میخوام قطعی تفید کردن چون که گوشت میکنم، چون که سرودا تا گوش کردگی هستم رپورتر و فکر میکنم که خوب میخونی و بعضا خوب خوندن. فکر میکنم که ما تالانت میگیم، یعنی که مهارت، یعنی که هنر، یعنی که استایل خوندن ما با خودت به حد مانندی دارم. من فکر میکنم پس برای یک پارچه کوتاه برای یاس روان کردیم. آره متوجه شدم. امیدوارم که خیلی خیلی زود این اتفاق بیفته و شاید هم اصلا شونمسی این اتفاق بیفته، مگه نه؟ نفهمیدم. میگم اصلا خیلی هم شاید خیلی زود این اتفاق بیفته، مگه نه؟ شاید.
کار خدا رو خب چی میگن، نه تو دانی و نه من. اسرار فلک را نه تو دانی ازل را نه من. نه تو دانی و نه من. و آره امیدوارم همچین اتفاق خیلی زود بیفته. اشوان امسی تو توی الان مستقر بگم ساکن جایی که زندگی میکنی الان دوشنبه تاجیکستان دیگه، درسته؟ بله دوشنبه. دوشنبه تاجیکستان. بعد خیلی آب و هوای اونجا خوبه، خیلی قشنگه، لذت میبری اونجا زندگی میکنی. دوشنبه دوست داری؟ حال هر روز تا روز شکوفانتر زیباتر شده. هر روز یک نویگری، یک منطقه، یک باغ، یک دام، یک چیزی زیبا شده هر روز. راستی بازم اویه که باغمون در دوشنبه زندگی میکنیم، با روز تا روز عاشق‌تر میشیم با دوشنبه. چقدر خوبه که تو یه جایی زندگی میکنی و خیلی تعصب داری به اون خاک و همچین با لذت میای جلوی دوربین تو مصاحبه ازش تعریف میکنی. من همیشه دوست داشتم اصالتو. دونم یه چیز بگم، من خب همیشه اصالتو چی میگن پیشه راه خودم قرار دادم. یعنی مثلا چی، حرف اول زندگیم اصالت و تعصب بر جایی که من متولد شدم بود و این رو تو حس کردم. خیلی ممنونم ازت. یه سوال دیگه بپرسم ازت. بپرسم؟ بله. سوال اینه که موزیک جدیدی در راه هستش که بخوای پروژهش رو تکمیل کنی؟ بار دیگر تکرار میکرده؟ آره میگم موزیک جدیدی هستش تو راه باشه، بخوای موزیک جدیدی هستش بدی بیرون آماده کنی؟ بله، موسیقی نو با نام طلاق یعنی جدا شدن زن و شوهر. موزیکی داره به اسم طلاق، به اسم جدایی و همون چیزی که همون چیزی که خیلی جدیدن داره اتفاق میفته متاسفانه. راستی نفهمیدم. درسته؟ میگم همون چیزی، میگم همین موزیکی که داری میخونی، موضوع موزیکت که طلاقه، طلاق چیزیه که این روزا خیلی زیاد داره اتفاق میفته. امروزا خیلی ما زیاد میبینیم، نه تنها در تاجیکستان بلکه در تاجیکستان، در ایران، در افغانستان. من فکر میکنم در همه جا عین حال دیده میشه. این مشکلات تمام دنیا با فکر من خودم الان مجردم، خب تنها یه چیز، یه اعتراف من حقیقتش انقدر میبینم که دارن زن و مردها از هم دیگه جدا میشن، من خودم دیگه دارم میترسم از ازدواج کردن. خب یه حسی دارم. داداش همین که تو ازدواج کردی ما با ایران میریم 100%. من خب من 100% این کار اصلا ازدواج میکنم، من باید اول کارت دعوت بهت بدم. همون اسم اون غذا چی بود گفتی؟ 2 متره؟ خروتوف همون. من اونو 2 متری شما داری، من 5 مترشو درست میکنم فقط واسه تو با خانوادت. تمام. آره متاسفانه خب نمیخوام بیشتر راجع به این موزیکت بپرسم چون بعد بسته بمونه مردم گوش بدن. به خاطر این فقط این سوال میپرسم، به خاطر این موزیکو داری آماده میکنی که این اتفاق داره خیلی زیاد تو جامعه میفته، درسته؟ بله یعنی که بسیار ببینیم در بین جامعه. چی باعث میشه؟ چی باعث میشه؟ یک زنی از شوهر جدا شده در استوریس های خود میپرتد ما در این رستوران، ما در اون رستوران ما توفه کردم. یعنی که حیاتی بعد از طلاق را طرز نشان میدهد که تنها حالتهای خوبی خود را، یعنی چطور که ما میدونیم زمان دوست میدارن از برای یک صورت رو در اینستاگرام خود پخش کردم، تقریبا 30-40 صورت میگیرن و از بین 30-40 تا یک تاش رو و همین گونه تنها لحظه های شیرین رو پیشکش میکنن.
از همین حساب فکر میکنم که دیگر زنهای خانه دیده الکه از طلاق نمیترسند که بعد از طلاق یعنی که زندگی خوب است. چقدر که ما میبینیم در فلان زن زندگیش خوب است. مثلا همین چیز باعث میشه که الکه وقتی پیش ترس بود مادرای مادر بیبی های مادر ترس بود که اگر ما طلاق بگیرم مرا اوتا اوچا میکشه اوتا اوچا میشه هاسی اوچای حاضره دخترش میگه تایید کرد بگو جواب تابت زندگی نکن. مثلا خیلی چیزا هست. چون امسی من متوجه میشم کامل چی میگی، ولی بعضی از مخاطبای ایرانی ممکنه کلمات تو کامل متوجه نشده باشن. یه تیکه سربسته بگم بهشون. خب چون امسی میگه که متاسفانه این طلاق که داره اتفاق میفته یکی از دلایلش اینه که در زمان قدیم پدر مادرها خیلی حساس بودن، بالا سر بودن، میگفتن اگه طلاق بگیری این اتفاق میفته. من مثلا نمیذارم طلاق بگیری، خب ولی الان نه اینجوری نیست. همه فکر میکنن که تازه زندگی بعد طلاق شیرین میشه، قشنگتره بعد طلاق زندگی کردن. و یکی از دلایلش هم اینستاگرامه. بابت هر چیزی، از غذا، از لباس، از چیزای لاکچری توی اینستاگرام مثلا استوری میذارن، پابلش میکنن، در دید عموم میذارن و یه سریا که ندار هستن، دارا نیستن، متاسفانه اونو میبینن حسرت میخورن و باعث درگیری و جدایی میشه. این چیزی بود که شونمسی نظر شونمسی بود و منم کاملا باش موافقم و دیگه راجبش نمیخوام سوال بپرسم. فقط میخوام منتظر بمونم بی صبرانه موزیک طلاق از شونمسی و ریاکشن برم گوش بدم و مطمئنم مثل همیشه فوق‌العاده است. شونمسی عزیز، برادر دوست داشتنی من، موزیک فلسطین، موزیک وطن، موزیک افغانستان به کارم نمیای، موزیک هایی هستن که ریاکشن رفتم و مردم خیلی توی کامنت ها پیشنهاد دادن که ریاکشن برم. احساس میکنم این موزیک ها رو خیلی دوست دارن. خب من خودم احساس میکنم که یه آدم درد کشیده ای هستی که اینا رو داری میخونی. خودت هم همین نظر رو داری؟ زندگی سختی رو داشتی که اینقدر با وجود، با تمام وجودت. امیر یک چیز بگو. شنیدستی مرا؟ چی؟ ما رو میشنوی؟ آره. یک چی بگو خودت درک میکنی، خودت میفهمی. من چی؟ خودت درک میکنی، خودت میفهمی از چی حساب. این حال سوال کرد که خودت انسانی درد کشیده ای. ما فقط یک چیز میگم که در اویله‌ای که ما تولد شدیم 5 فرزند بودیم، ما و 4 تا دیگر فرزندان پدر. این حال ما توقعیم، همه اونها ترک دنیا کردن. خدا رحمتشون کنه. بله دوستان، اکنون خودت فهمیدی. اوی دی مسئله محکم میکنیم. درد کشیده درد نیست انسانی که درد کشیدگی نباشه. یعنی که خداوند هر یک کس بچه نیزورستش درد میتیه. متوجه شدم و خدا رحمت کنه. آمین. عزیزانت که از دست. آمین. چیز اصلا کلا یه جوری من خیلی آدم احساسی ام. کلا یه چیزی میشه من کلا بدنم درد میگیره اصلا، میدونی؟ آره یه جوری شدم اصلا کلا. به هر حال زندگیه دیگه. بله زندگی. چون امسی من اگه بخوام بابت کلام آخر ازت یه درخواست کنم که برای مخاطبای ایرانی، افغانستانی، تاجیکستانی و همه فارسی زبانان سر تا سر دنیا یه پیغام بذاری، یه پیام بدی، صحبت کنی بابت کلام آخر، اون چیه؟ دوست داری چی بهشون بگی؟ راستی دوست دارم با همه مردم فارسی زبان، با مردم تاجیکستان، با مردم افغان، با مردم ایران، با مردم تاجیکستان، به خاطر که ما همین مردم فارسی زبان میخوام گفتن که ما تاجیکا با همه شما برادر هستیم.
اولین درجه اینکه ما مسلمان هستیم، مسلمان برادر مسلمان است، و دومین درجه اینکه ما همه فارسی زبانیم و یک زبان گپ میزنیم، و سومین اینکه ما مردم تاجیکستان به نهایت مردم مهمان دوستیم. حتما بیاین به تاجیکستان، به وطنهای ما بیاین. به حد مردم خاکسار، یعنی به گفتی داداش خاکی بسیار هستند. همه شما رو انتظار مردم مهمان دوستیم. قرطاب داره 2 متر دراز. کارتوف من بابت همون غذا که شده میام پیشت چون امسی، اون غذا رو به من بده. من 2 متر 2 متر غذا یعنی نه داداش نگاه هست. وقتی که ما خودمون قرطاب میخوریم طبقای میده عادی. وقتی که مهمان قدردان میرن طبقای کلان. یه لحظه اجازه بهم بده شون امسی. میخوام عرض اتاقمو ببینم تو استودیو چقدره. 1 2 متر یعنی اینقدر. این بک‌گراند من غذا میده. اندازه بک‌گراند اتاق منه. وای. میگم باشه. توش ماهی هم هست؟ ماهی؟ توی کارتوف ماهی هم هست؟ راستی ماهی من خودم میپزم، پاوری میکنم، به حد ماهی خوب میپزم. من عاشق ماهی ام. من یه ماهی مهمونتم. راستی من خودم گل ماهی، اساس فریل گل ماهی به نهایت خوب میپزم. بیا دعا کن که خیلی سریع من بیام پیشت. آمین. من قراره بیام. بیا حتما من خود ماهی پزم. من ماهیگیرم. من تو شمال ایران زندگی میکنم. تو ماهی میگیری ما میپزم. وای پسر همینه ما. وای بریم داداش لبی دریا بریم. ما با خود دیگ میگیرم، گاز میگیرم، آرد میگیرم، میریم. یا چنگک برای تو ماهی قپک چنگک باتر میگه. تو ماهی میقپی ما میپزم میخوری. من ولاگشو میگیرم همینجا توی این مصاحبه میگم همین اتفاق میفته. ولاگشو با شون امسی میگیرم ماهیگیری در تاجیکستان. یس. خب خیلی خوشحال شدم شون امسی که افتخار دادی توی ویدیو مصاحبه با من تو چنل من بودی. خیلی خوشحال شدم. همچنین مخاطبای ایرانی خیلی خوشحال شدن که تو حضور داشتی. دیگه پیامت هم که دادی یه خداحافظی مشترک بگیم که تاجیکستان، ایران و تمام فارسی زبانان به پیش. بعد خداحافظی کنیم. به پیش. آزیر یک لحظه. قطع کردی؟ یک لحظه. اقبالت بلند با تاجیکستانی عزیزی من. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان بپیش. قطع نشده بود. من فکر کردم قطع کرده. دمت کرد. سورپرایز هم کردی. یعنی حتی پیشوای ملت ما، حتی پرزیدنت ما این سخن رو بگوید تاجیکستان و پیش. یه چی بهت بگم، من فکر کردم ویدیو رو قطع کردی، واسه همین گفتم قطع کردی. بعد نگو که سورپرایز شدم. خب بچه‌ها مرسی که بودین، حضور داشتین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. چون هرچی من ازت خداحافظی میکنم. خدا حافظ دوستان. خداحافظ برادر. بچه‌ها تا ویدیو بعدی بدرود.